دوستان عزیز، در مورد مسائل تاریخی یک کمی باید ما دقت بکنیم. مصادر تاریخی با مصادر حدیثی فرق میکنه. در زمینه حدیث خب علما زحمت کشیدن، روایات احادیث رو آمدن بررسی کردن، سره و ناسره رو از هم جدا کردن. سلسله احادیث صحیح داریم، سلسله احادیث ضعیف داریم و موضوعات رو آمدن با علم حدیث و علم رجال، علم جرح و تعدیل احادیث رو دقیق بررسی کردن. اما در مسئله تاریخ بیشتر این مسائل به شکل علمی بررسی نشده. تاریخ و چون مسلمان ها زیاد اهمیت هم نمیدادن به مسائل تاریخی، از نگاه شرعی، از نگاه اعتقادی اهمیت چندانی نداشت در تاریخ، چون که تاریخ خب هر چیزی رو یک مورخ می نویسه و یکی از مشکلاتی که بین مورخین و محدثین وجود دارد، چون اکثر مورخین در علم رجال حدیث اگر که بررسی بکنیم تضعیف شدن. چرا؟ روش محدث این بود که بررسی میکرد که این حدیث آیا واقعا از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ثابت شده یا نشده. همه محدثین مثلا امام بخاری، امام مسلم، امام نسائی، ابو داود، امام ترمذی، امام ابو داود سجستانی، همه اینها و غیر از اینها محدثین دیگری که بودن، هر کدام به اندازه علم خودش به نوبه خودش سعی کرده که احادیث رو که جمع آوری کنه بررسی کرده. بعضیاشون اومدن حتی نظرشون رو در مورد روایاتی رو که در کتاب‌های خودشون جمع آوری کردن گفتن. بعضیشون خیلی دقیق بودن در این مسائل، مانند امام بخاری و امام مسلم که ما به خاطر همین میگیم صحیحین، یعنی دو کتاب صحیح. ما دو کتاب صحیح داریم که معتقد هستیم که اکثر این احادیثی که در این دو کتاب ذکر شده به غیر از حرف و حدیثی که در مورد تعدادی از روایات این دو کتاب هست، بقیه احادیث صحیح است. بقیه کتاب ها تا به اندازه‌ای و بعداً علما اومدن اونها رو بررسی کردن. مثلا الان شما اگر ببینید جستجو بکنید، صحیح سنن نسائی بنویسید، احادیث صحیح که در سنن نسائی اومده رو جدا کردن. علم حدیث در این زمینه زیاد کار شده. تا شما الان یک حدیث رو در یک برنامه به اصطلاح که سرچ میکنه یا جستجو میکنه یا بحث میکنه در مورد حدیث بنویسید، برای شما درجه حدیث رو میاره و راویانش رو بررسی میکنه. در مورد تاریخ به این شکل کار نشده. به خاطر همین موقف ما در مورد روایات تاریخی باید با بررسی باشه، با تحقیق باشه. مثلا روایت میشه که در کتب تاریخ مثلا روایت میشه که عمر آمد خانه فاطمه رو آتش زد، به طور مثال. روایت در کجا آمده؟ در کتاب تاریخ طبری آمده. محققین میان این روایت رو بررسی میکنن، بعد از اون متوجه میشن که این روایت رو کی برای ما نقل کرده و امام طبری وقتی این رو آورده نوشته، در مقدمه کتابش هم گفته که من این روایت رو ذکر کردم، روایت ها رو ذکر کردم در این کتابم، صحیح و سقمش به عهده محققین. شما یعنی آنچه که در این کتاب ذکر شده همه اون صحیح نیست، من آنچه که شنیدم از مردم نقل کردم. شما تحقیق کنید، بررسی بکنید، به اصطلاح خوب و بدش رو از هم جدا بکنید. وقتی که علما میان بررسی میکنن این روایت رو، میبینیم که در این روایت راوی هست به نام ابی مخنف. مثلا در مورد شخصیت این راوی که وقتی بررسی میکنن میبینن که یک شیعه رافضی است. به خاطر همین روایت یک شیعه رافضی برای اهل سنت اعتباری نداره. مثل همین اینو به عنوان یک نمونه ذکر کردم، چون تاریخ خیلی وسعتش بیشتر از حدیث هست. مثلا شما ببینید طرف یک کتاب نوشته فقط در مورد غزوه بدر، داخل این شاید 60-70 درصدش روایت های ضعیف و روایت های نادرست باشه. به خاطر همین در مورد تاریخ اسلام، در مورد سیرت دقت بیشتری صورت گرفته. حالا مثلا شما اگر رحیق مختوم رو بخونید، سعی شده که صحیح ترین روایات در اون جمع بشه.
اما بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم دیگه تا دلتون بخواد هر کسی هر جا هر چیزی شنیده نوشته. الان اینا باید تحقیق بشه، بررسی بشه، صحیح و ناصحیحش از هم جدا بشه. موضوعات حساس، موضوعاتی که عام باشه دیگه، حالا مثلا فلانی رفت در مکه فوت کرد، در مدینه فوت کرد، در طایف فوت کرد، در کوفه و بصره فوت کرد، این چندان مهم نیست برای امت اسلامی. اما بعضی روایت‌های حساس وجود داره که خب شاید سبب فتنه و جنگ و درگیری بین مسلمان‌ها بشه. این گونه روایت‌ها رو باید تحقیق کرد، بررسی کرد تا دید که این روایت درست است یا درست نیست. شیعه عموما چیکار میکنن؟ میان به همین روایت‌های ضعیف و کذب و دروغی که هست به همینا متوسل میشن و به خاطر اثبات اعتقادات خودشون بیشتر به این روایت‌ها و بیشتر به روایات تاریخی چنگ میزنن تا به روایات حدیثی و روایات صحیح. و یکی از دوران‌هایی که بسیار در موردش دروغ بافی شده، در موردش آرا و نظریات مختلف بیان شده، دوران سیدنا علی رضی الله تعالی عنه و جنگ هایی که صورت گرفته، جنگ جمل، جنگ صفین، مشکلاتی که با معاویه رضی الله تعالی عنه داشتن. در این اواخر در ماه رمضان گذشته سریال معاویه پخش شد و شبکه نور هم این رو به فارسی ترجمه کرده بود. این سریال یعنی خوبی های زیادی داره با وجود یک سری اشکالاتی هم که درش وجود داشت که من نمیخوام زیاد بهش بپردازم. یکی از خوبیاش این بود که کسی که این سناریو رو آماده کرده بود بی‌طرفانه آنچه که واقعیت‌های تاریخی بوده و اهل سنت بهش اعتقاد دارن رو آورده بود، به تصویر کشیده بود. با اینکه تصویر کشیدن صحابه و بعضی صحنه‌هایی که داخل این فیلم بود با ایناش کاری نداریم. برای اولین بار در مقابل شیعیان یک سریالی قرار گرفت که بدور از تفکرات تعصبانه شیعه و سنیگری و نمیدونم تعصبات مذهبی و اینا، واقعیت‌های تاریخی که وجود داشت رو به تصویر کشیدن. به خاطر همین اگر متوجه شده باشید شیعه دستپاچه شدن یا به قول افغانی‌ها وارخطا شدن. از عراق و نجف و قم و از علماشون و دعوتگراشون و همه شروع کردن به چی؟ که این سریال رو نبینید و اینو ممنوع کردن و خلاصه در هر وسیله‌ای از رسانه هایی که در ایران پخش بشه تحت پیگرد قانونی قرار میگیره و خلاصه این دستپاچگی و این وارخطایی به خاطر چی بود؟ به خاطر این بود که اینها برای اولین بار بیننده میومد واقعیت هایی که در آن زمان رخ داده بود رو به صورت یک فیلم میدید و شیعیان را به تفکر وامی داشت. یعنی ما این همه چیزا شنیدیم، این همه چیزا در مورد معاویه به ما گفتن در کتاب ها و در منابر و اینها، اما واقعیت ها چیز دیگری بوده. نکته خیلی جالبم این بود که کسی که این سناریو را آماده کرده بود اینجا دید تنگ نظری به اصطلاح سنی افراطی به اصطلاح این سناریو را آماده نکرده بود. آنچه که در کتب تاریخ منابع صحیح بوده همونا رو جمع‌آوری کرده بودن و این فیلم را آماده کردن. به خاطر همین شیعیان اومدن با این فیلم خیلی به تندی برخورد کردن و البته خیلی از شیعیان منصف هم آمدن این دیدن و واقعا از این فیلم متاثر شدن. همچنین این فیلم یک سری از مسائل رو در بین جوانان اهل سنت ایجاد کرده که متاثر بودن از رسانه‌های شیعه، متاثر بودن از افکار شیعه در مورد سیدنا معاویه. و یکی دیگر از مشکلاتی که ما متاسفانه در جامعه اهل سنت داریم، خاصتا در افغانستان، بعضی از دانشگاه‌ها، بعضی از علما و بعضی از دعوتگرانی که بودن خواستن در این 30-40 سال اخیر، خواستن کسایی که منسوب و منتسب به جماعت اخوان المسلمین بودن در افغانستان یا جمعیت اصلاح که فعلا به نام جمعیت اصلاح بعد از زمان جمهوریت در افغانستان جمعیت اصلاح و انکشاف که در افغانستان اینها کار میکردن، عموما جماعت اخوان المسلمین در بینشون یک نوع تقدسگرایی نسبت به رموز و رهبران و مفکرین و نویسندگانشان وجود دارد متاسفانه. همونطوری که مثلا بالای یک حنفی متعصب تنگ نظر ایراد میگیرن، بالای یک
شخصی که تعصب قومی داره ایراد میگیرن، برای یک کسی که مثلا تعصب مذهبی داره برای یک متعصب سلفی، متعصب نمیدونم فلان و علان ایراد میگیرن. متاسفانه در بین کسانی که چه مستقیما تحت تأثیر افکار جماعت اخوان المسلمین هستند یا که شاخه‌هایی از اونها محسوب میشن، مانند جماعت اصلاح در افغانستان یا جمعیت اصلاح در افغانستان، اینها هم متاسفانه تعصب در اشخاصی دارن که جز مفکرین، نویسندگان و دعوتگران اخوان المسلمین معروف هستند در جهان. یکی از اشخاصی که متأثر از فکر اخوانی است یا می توانیم بگیم که شاخه اخوان المسلمین در شبه قاره هند است، جماعت اسلامی است. جماعت اسلامی هند که توسط ابوالعلا مودودی رحمت الله علیه تأسیس شد، که متأثر از فکر حسن البنا و سید قطب رحمهم الله از اینها بود و اینها میشه گفت که شاخه اخوان المسلمین در شبه قاره هند و پاکستان محسوب می شدن. جناب مودودی یک کتابی داره به نام خلافت و ملوکیت که این کتاب ایشان متاسفانه پر از اکاذیب، دروغ‌ها و روایت‌های ساختگی تاریخی است که متاسفانه جماعت اخوان المسلمین، علما و دعوتگرانی که متأثر از افکار اخوان المسلمین و جماعت اسلامی هستند، به خاطر این تعصب و شخصیت پرستی که در اینها وجود داره، این کتاب رو حتی در دانشگاه‌ها و در مدارس خودشون تدریس می‌کردن. که یکی از احساناتی که طالبا انجام دادن این بود که ممنوع کردن کتب مودودی در افغانستان بود. گرچه من مخالف منع کردن کتاب و کتابخانه هستم، منتها موافق با منع تدریس این کتاب‌ها برای جوانها و برای نسلی که خالی و ذهن پشت میز میشینن که یک چیز رو از استاد یاد بگیرن. استادم به جایی که بیاد یک مسئله تاریخی رو به شکل صحیح و واضح برای مردم بیان بکنه، میاد چیکار میکنه؟ از یک کتاب مرموز که پر از اکاذیب و دروغ و افترا هست، این کتاب رو، من نمیگم که مودودی رحمت الله علیه انسان دروغگو، که باز برداشت اشتباه نکنم بعضی از متعصبین شروع بکنن که حالا به فلانی توهین کرد. ایشون مورخ نبوده، ایشون محدث نبوده، ایشون با تاریخ اسلامی آشنایی به اصطلاح دقیق و آکادمیک نداشته. به خاطر همین اومده این کتاب رو نوشته به نام خلافت و ملوکیت و این کتاب پر است از اکاذیب و افتراها و دروغ‌هایی که جناب مودودی جمع کرده از کتاب‌های دیگر. مانند حکمتی صاحب که در باب حدیث و تفسیر متخصص نبودن، اومدن روایت‌ها و چیزا رو جمع کردن که دیدیم چه دست گلایی به آب دادن. جناب مودودی هم الله متعال از سر تقصیراتش بگذاره، در این کتاب بزرگترین جنایت رو در حق تاریخ اسلامی و سیرت و در حق صحابه انجام میده و این کتاب متاسفانه توسط اشخاصی که از تاریخ اسلام و از احادیث و از سیرت و از سیرت صحابه و از وقایع صحیح تاریخی اطلاعی نداشتن، در مدارس، در دانشگاه دریس میشه. یکی از دانشگاه هایی که متاسفانه کتاب خلافت و ملوکیت در اونجا به عنوان یک مضمون در اونجا تدریس میشد، دانشگاه سلام بود در کابل. متاسفانه علمای نامدار و مشهور کشور ما در دانشگاه سلام کتاب خلافت و ملوکیت رو برای مردم، برای شاگردان تدریس میکردن، به عنوان یک مضمون درسی در اونجا تدریس میکردن و این بزرگترین خیانت در حق تاریخ اسلام است که کتابی که از یک شخصی که تخصص تاریخی نداره و کتابش مملو از غلط‌ها و اشتباهات تاریخی است، این کتاب رو بگید تو برای جوانان مسلمان اهل سنت در اونجا بگید تدریس بکن. این خیانت است، این جنایت است در حق تاریخ اسلامی. طبیعتاً امروز جوانی رو می‌بینی که از دانشگاه سلام دیپلم گرفته یا ماستری گرفته، چنان دشمن است با معاویه انگار که معاویه پدرش رو کشته. چرا؟ برای که ریشه یابی کردیم قضیه رو، آقا این در دوران دانشگاه کتاب خلافت و ملوکیت رو برای اینا تدریس میکردن در اونجا. من نمیدونم که یعنی این چه عقلی بوده، چه شعوری بوده که تو بیا کتاب خلافت و ملوکیت رو، این همه مصادر صحیح تاریخی وجود داره، تو بیا یک کتاب حاضر و آماده پر از مغلوطات تاریخی رو برای جوانها تدریس بکن. این جنایتی است که صورت گرفته خاصتا در 20 سال جمهوریت در افغانستان. کتاب‌های مشبوهی، یعنی گاهی اوقات انسان فکر میکنه که مثلا شاید ایران، سپاه پاسداران، سفارت ایران به این مولوی، به این عالم دین یا به این دعوتگر یا به این استاد دانشگاه پول داده که تو بگیر این کتاب رو تدریس بکن. یعنی غیر از این دیگه
هیچ یعنی عذری آدم نمیتونه برای این شخص بیاره که اینقدر انسان بیخبر باشه که این کتاب رو بیار تو در دانشگاه برای مردم تدریس بکنه. در رفای کتابخانه ها باشه، مردم به خاطر تحقیق و مطالعه برن بخونن، مشکل نیست. اما شما بیارید در بین عامه مردم این رو نشر بکنید، در بین جوانان در دانشگاه ها و مدارس بیارید این رو تدریس بکنید، این غلط است. الا که کسی که میخواد بیاد این مسائل رو تدریس بکنه باید از تاریخ آگاه باشه، روایت های صحیح و ضعیف همه چیزها رو بلد باشه. بر صورت برمیگردیم به قضیه سیدنا معاویه رضی الله تعالی عنه. عده‌ای بر این عقیده هستند که به مجرد اینکه دو گروه از مؤمنین با هم دیگه بجنگند و در بینشان درگیری صورت بگیرد، حتما یکی از اینها کافر هستند، یکی از اینها مرتد هستند، یکی از اینها بیدین هستند، در حالی که همچین چیزی وجود ندارد. بعد دلیلشون چی است؟ میگن که من قتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم، فجزاه جهنم. این رو از قرآن کریم دلیل میارن که پس چون که اینها با هم دیگر جنگیدن و یکی دیگری رو کشتن، به خاطر همین اینا چون خالد و مخلد در جهنم هستن، به خاطر همین هم اینا کافر هستن. یک گروه باید کافر باشه، یک گروه عذر داره، گروه دیگر باید کافر باشه. طبعا گروهی که در اینجا به حق نزدیکتر بود کی بود؟ این عقیده عموم اهل سنت است. سیدنا علی رضی الله تعالی عنه، حضرت علی امیر مومنین بود، خلیفه مسلمان ها بود، اهل مدینه با او بیعت کرده بودن، مسلمان ها اکثرا با او بیعت کرده بودن و خلافت به اصطلاح به ایشان سپرده شده بود و بقیه امرایی که در مناطق کشورهای اسلامی بودن من جمله سیدنا معاویه رضی الله تعالی عنه باید با ایشان بیعت میکردن. اما این که بگیم که من قتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم، اینو بیایم سر اینا تطبیق بکنیم که حتما اینا چون هم دیگر کشتن کافر بودن، این فکر خوارج است. این فکر خوارج است. خوارج هر دو رو تکفیر کردن، گفتن هم علی کافر است هم معاویه کافر است. چرا اینا با هم دیگه جنگیدن؟ چرا بعداً تحکیم کردن؟ چرا دو نفر رو حکم قرار دادن؟ لا حکم الا لله، حکمیت فقط از آن الله است. تو که می دو نفر رو حکم تعیین میکنی پس تو کافر شدی، در اینجا حکم الله رو دور میکنی و حکم دو نفر انسان رو در اینجا میاری پیاده میکنی، به خاطر همین کافر میشه. خوارج، فکر خوارج از همینجا شروع شد. جنگ بین دو گروه مؤمنین بر سر اجتهادی که اینها دارن، چون سیدنا معاویه میگفت من بر حق هستم، به خاطر جنگ نیامده بود. سیدنا علی هم به خاطر جنگ نرفته بود، در موقعیتی قرار گرفتن که مجبور شدن وارد جنگ بشن با هم دیگه، چون در بین هر دو گروه کسانی بودن، منافقینی بودن، شورشیانی بودن که همانایی که در قتل سیدنا عثمان دست داشتن و اونها از این میترسیدن که اگر علی و معاویه با هم دیگه صلح بکنن گلم اونها جمع بشه، اونها از بین برن. اینا به خاطر اینکه بازار خودشون رو گرم بکنن و خودشون رو نجات بدن، اینها رو به جنگ انداختن، یعنی سبب شدن که این جنگ ها صورت بگیره، هم جنگ جمل و هم جنگ صفین. حتی در جنگ جمل ام المؤمنین عایشه صدیقه برای جنگ نیامده بود، برای صلح آمده بود و سیدنا علی رضی الله تعالی عنه نمیخواست با اینها بجنگه. بر صورت این یک واقعیتی است که این رو اولا باید پذیرفت که این دو گروه به خاطر دنیا، به خاطر قدرت با هم دیگه نجنگیدن، به خاطر اجتهادی که داشتن که حالا مفصل در مورد صحبت میکنیم با هم دیگه جنگیدن. پس دو گروهی از مسلمان ها، دو طایفه، دو حزب، دو گروه با هم دیگر اگر بر سر یک مسئله اجتهادی یا بر سر یک مسئله حتی ولو دنیوی باشه بجنگن، آیا اینها یکیش کافر میشه، جهنمی میشه؟ نه. دلیل ما چی است؟ دوستان عزیز نشون بدن در سوره حجرات ما این آیه رو داریم اینجا. الله سبحانه و تعالی میفرماید و این طائفتانی، اگر دو گروه، طائفتان یعنی دو گروه، من المؤمنین، از مؤمنین، اول میاد ایمان این دو گروه رو ثابت میکنه، میگه که دو گروه که مؤمن هم هستند، دو گروه که مؤمن هم هستند، اگر با هم اقتتلوا، جنگیدن، فاصلحوا بینهما، صلح بیارید در بینشون. که سیدنا علی و سیدنا معاویه در آخر چیکار کردن؟ دو نفر حکم رو تعیین کردن و این دو نفر در بین اینها صلح آوردن. اگر بعد از اینکه شما فإن بغت احداهما علی الاخرى، بعد از اینکه صلح آوردید، اگر یک گروه بر گروه دیگری بغاوت کرد، فقاتلوا التي تبغي، شما بجنگید با گروهی که بغاوت کرده است. الان شما صلح آوردید، گفتید که علی بر حق است، معاویه گفت نه من قبول ندارم، من می جنگم. شما باید با علی یک جا بشید، با معاویه بجنگید.
گرچه این رخ نداد، اون هر دو طرف قبول کردن، لکن اگر قبول نمی‌کرد که از طرف صلح رو، باید مؤمنین همه میرفتن با این طرفی که به اصطلاح قبول کرده بود صلح رو، با این یک جا میشدن، با اون طرفی که بغاوت کرده بود اونو چیکار میکردن؟ با اون میجنگیدن تا کی؟ حتی تفیء الی امر الله، تا که سر بنهد، تا که تسلیم شود در مقابل امر الهی. امر الهی چی است؟ صلح آوردن در بین مؤمنین و مسلمان ها. فان فاءت فاصلحوا بینهما بالعدل واقسطوا. بعد از اینکه خلاصه هر دو گروه تسلیم صلح شدن، در بینشون با عدل و با قسط، یعنی با عدالت و با میانه روی در بینشون چیکار بکنید؟ صلح برقرار بکنید. ان الله یحب المقسطین. الله سبحانه و تعالی انسان‌های عادل رو دوست داره. بعد از این مباشرتا الله متعال میگه انما المؤمنون اخوه، میگه مؤمنین برادر هم دیگر هستن، نباید که با هم بجنگن. فاصلحوا بین اخویکم، صلح بیارید، صفا بیارید، آشتی بیارید در بین برادرانتون. واتقوا الله لعلکم ترحمون، و از الله بترسید، تقوا پیشه کنید تا که الله شما رو مشمول رحمت خود قرار بدهد. این کاری بود که سیدنا علی و سیدنا معاویه کردن. بعد امروز اونا صلح کردن در بینشون، صلح کردن و به این صلح تسلیم شدن و اعتراضی هم نکردن و آشتی کردن، هر کدام هم پی کارش رفت. امروز عده‌ای از انسان‌ها پیدا شدن میگن نه بابا معاویه برحق بود، اون یکی میگه نه علی برحق بود. سننه به تو چیه؟ تو چی کار داری؟ اونا گذشتن رفتن، جنگ کردن، همدیگه رو کشتن، بعد نشستن با همدیگه صلح کردن. خواستم در این اروپا متاسفانه در بین افغان‌ها زیاد است. من در مواسم حج و عمره تا که در یک از مجالس شون بشینیم، والا امروز مشکلات است در فلسطین و در مثلا افغانستان و در لبنان، بعد یکی بلند میشه از اون گوشه دیگه کمی یک ریش هم گذاشته خودش علامه دهر حساب میکنه. والا سبب بدبختی امت اسلامی از روزی شروع شد که معاویه با علی جنگید. متاسفانه این فکر خلافت و ملوکیت مودودی در بین مردم در اونجا منتشر شده. حالا به چه طریقی منتشر شده الله اعلم. در حالی که وظیفه من و تو به عنوان یک مسلمان در مقابل بقایای تاریخی که 1400 سال، 300 سال، 200 سال، 1200 سال پیش رخ داده چی است؟ الله متعال این وظیفه رو برای ما در قرآن کریم در 2 آیه در سوره بقره بیان میکنه. آیه اول در سوره بقره آیه 134 است، میگه که تلک امتون قد خلت، این امتی است که گذشته است، لها ما کسبت و لکم ما کسبتم، آنچه آنها کردند برای خود کردند، آنچه شما انجام میدهید برای خودتان انجام میدهید. ولا تسألون عما كانوا یعملون، از شما نمیپرسن که اونا چی کار میکردن. به خاطر همین تو الان در مسند قضاوت ننشین، قاضی نشو بگو این بر حق بود این بر باطل بود، این باطل بود این بر حق بود. به تو چیه؟ تو چی کاری که در مورد اونها قضاوت میکنی؟ تو این حق قضاوت رو نداری. تلک امتون قد خلت، این امتی است که گذشته رفته. علی اگر به اون حکمیت راضی نمی بود، انسان ترسو و بزدل نبود که ساکت بشینه، می جنگید باشون، می اومد میگفت که من قبول ندارم این حکمیتی رو که انجام دادن. اما علی پذیرفت و تو بعد از 1400 سال میگه نه این بر حق بود و اون بر حق بود. آیه دومی که الله سبحانه و تعالی باز بر این مسئله تاکید میکنه در آیه دیگری هست اینجا خدمت شما، آیه 141. در آیه 141 هم الله سبحانه و تعالی میفرماید که تلک امتون قد خلت لها ما کسبت و لکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا یعملون، از شما نمیپرسن که اونها چی میکردن. این امتی بود که گذشت. به خاطر همین از یکی از امامان بزرگوار در مورد جنگ علی و معاویه پرسیدن، گفت که چی کار داری به این؟ گفت خداوند شمشیرهای ما را از خونهای آنها در امان داشت، چرا زبانهای خودمان را در مورد آنها آلوده بکنیم؟ یعنی بگیم که والا این برحق بود اون برحق بود. گذشت رفت، حساب و کتاب به دست الله سبحانه و تعالی، نه به دست تو. ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم، برگشت همه به سوی الله متعال است، حساب و کتابم به دست الله متعال است، به دست من و تو نیست که این برحق بود اون برحق نبود.
اما ما در مورد مسائل تاریخی با تحقیق و بررسی مطالعه میکنیم و در مورد مسائلی که جز غیبیات هست هیچ وقت حکم نمیکنیم که آقا این حق بود این باطل، چون حق و باطل رو من تو نمیتوانیم تشخیص بدیم. خب حکمیت آمد، صلح برقرار شد، معاویه برگشت به شام، حضرت علی برگشت به کوفه، جنگ تمام شد. خوارج از اینجا دیدن وقتی که صلح شد، خوارج کسایی که در لشکر علی بودن و قاتلین سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه در کربلا، مثلا شمر ابن ذوالجوشن، عبیدالله ابن زیاد و تعداد زیادی از کسانی که در قتل سنان، کسانی که در قتل سیدنا حسین دست داشتن، حتی در کسی که سنانی که سر سیدنا حسین رو جدا کرد رضی الله تعالی عنه رو از تنش جدا کرد، اینا همه کیا بودن؟ کسانی بودن که در لشکر حضرت علی بودن، در صفین در لشکر حضرت علی بودن. شمر ابن ذوالجوشن یکی از فرماندهان لشکر حضرت علی بود و اینو در مصادر تاریخی شیعه هم ذکر کرده. بعد اینا وقتی دیدن که قضیه خراب شد، اینا صلح کردن و اینا نمیخواستن که اونا صلح بکنن، چیکار کردن؟ از لشکر علی جدا شدن، گفتن اوهو علی کافر شده. چرا کافر شده؟ به حکمیت تن داده، لا حکم الا لله، بهانه گیری. رفتن در نهروان جمع شدن در اونجا و گفتن که ام علی کافر است، ام معاویه کافر است، ام ابو موسی اشعری که از طرف سیدنا علی به عنوان حکم تعیین شده بود، ام عمرو ابن عاص که از طرف معاویه رضی الله عنه تعیین شده بود، معاویه هم کافر است، علی هم کافر است، این دو نفر حکم هم کافر هستند، کسانی که در لشکر علی هستن کافرن، کسانی که در لشکر معاویه هستن کافرن، پس همه اینا کافرن. حتی صحابه را تکفیر کردن. بعد اونجا تصمیم گرفتن که اینا رو ترور بکنن. یک نفر عبدالرحمن ابن ملجم قرار شد حضرت علی رو ترور بکنه، یکی موظف شد که ابو موسی اشعری رو، یکی موظف شد که عمرو ابن عاص رو، یکی موظف شد که سیدنا معاویه رو ترور بکنه. از بین اینها کسی که موفق شد در کارش، به خاطر اینکه حضرت علی یک انسان ساده زیستی بود و خودش به تنهایی میرفت به مسجد، وقتی وارد مسجد کوفه شد در نماز صبح بود، عبدالرحمن ملجم شقی لعنت الله علیه آمد و ایشان را به شهادت رسید. بعد شهادت سیدنا علی یک لحظه در اینجا توقف بکنیم. الان عده میان چیکار میکنن؟ همینجا حکم میکنن آقا علی بر حق بود، معاویه بر حق بود. اما طوری که گفتیم علی و معاویه با هم صلح کردن که دیگه جنگ نکنن در بین هم دیگه و همدیگه رو به رسمیت شناختن. حضرت علی معاویه رو به عنوان امیر شام به رسمیت شناخت و سیدنا معاویه هم حضرت علی رو به عنوان خلیفه مسلمین در کوفه به رسمیت شناخت. بینشان صلح شد، قضیه تمام شد، رفت. قضیه حق و باطل که می بود، حضرت علی کسی نبود که در مقابل باطل سکوت بکنه. حضرت علی در مقابل باطل سکوت نمی کرد، ولو که تنهایی به تنهایی میماند و هیچ کسی دیگه هم همراهش نمی بود، سکوت نمی کرد. در صورت قضیه به همینجا تموم شد. حضرت علی به شهادت رسید. بلا فاصله فرزندش حسن ابن علی که لیاقت خلافت رو داشت در اون زمان، به عنوان خلیفه مسلمان ها باش بیعت صورت گرفت. بیش از 70-80 هزار نفر سرباز مسلح داشت، آماده جنگ با معاویه بود. چون که بعد از بعد از شهادت سیدنا علی ارج و مرج ایجاد شده بود و اهل کوفه همیشه، چون در بینشون از این منافقین و اشرار زیاد بودن، شورشیایی که حتی در قضیه عثمان رضی الله عنه در شهادت ایشان دست داشتن، از هر فرصت استفاده میکردن که خلاصه این شام و کوفه رو به جان هم دیگه بندازن. بر صورت یک لشکری آماده شد و در اینجا سیدنا حسن رضی الله تعالی عنه با معاویه رضی الله تعالی عنه وارد مذاکره شد مثل پدرش. بعد از یک مذاکره طولانی یک موافقتنامه صلح امضا شد و سیدنا حسن رضی الله تعالی عنه معاویه رو به عنوان خلیفه عموم مسلمان ها به رسمیت شناخت، باهاش بیعت کرد و جنگ و برادرکشی در بین مسلمان ها تمام شد. بعد از اون اهل شام و اهل کوفه و مدینه دیگه در بینشون جنگی صورت نگرفت. حضرت علی قبل از شهادتشون بیش از 4-5 هزار نفر از همین خوارج شورشی که سبب شهادت عثمان بودن، سبب جنگ جمل بودن، سبب جنگ صفین بودن، اینا رو در نهروان قتل عام کرد، همشون رو از بین برد. و بعد از اون چی شد؟ سیدنا حسن ابن علی خلافت مسلمانان رو، ولایت امور مسلمان ها رو به کی سپرد؟ به معاویه سپرد. با او بیعت کرد، حسن بیعت کرد
و هم حسین بیعت کرد و هم اهل کوفه و اهل مدینه و اهل مکه و مسلمان ها یک دوران پر از صلح و آرامش رو در زمان معاویه رضی الله تعالی عنه سپری کردند. جالب اینجاست بدانید که بعد از خلافت عمر رضی الله تعالی عنه مسلمان ها بهترین دوره طلاییشون در امنیت، آرامش، نشر علم و دانش، نشر قرآن، نشر سنت، فتوحات اسلامی زمان سیدنا معاویه است. چرا؟ چون جنگ و برادرکشی در بین مسلمان ها به پایان رسید، همه بر خلافت و ولایت امر معاویه رضی الله تعالی عنه دست جمعی اتفاق کردند، باش بیعت کردند و میبینیم که در زمان سیدنا معاویه مسلمان ها شمال آفریقا رو گرفتند، تا افغانستان رسیدند، تا آسیای میانه رسیدند، هند رو قسمت‌هایی از هند رو، پاکستان امروزی رو گرفتند. حتی در زمان معاویه رضی الله تعالی عنه مصر فتح شد و یک لشکری آماده شده بود به خاطر فتح استانبول امروزی، همین قسطنطنیه. باورتون میشه یک لشکری فرستاده شد بعد از یک جنگ دریایی بسیار شدیدی که شاید در سریال دیده باشید که مسلمان ها پیروز شدن و ناوگان بیزانتیا در اونجا شکست شدیدی خوردن. همه امور مهیا بود برای فتح قسطنطنیه یا همین استانبول امروزی و این دوره طلایی امت اسلامی است. و این انسان هایی که من بهشون با این انسان ها من خیلی حساسیت دارم در مورد معاویه رضی الله عنه وقتی صحبت میکنن. اولا تو کی هستی که بگی که کی بر حق بود کی بر باطل بود؟ تلک امتون قد خلت، موافقت نامه امضا شد، صلح کردن، هر کس پی کارش رفت، به تو مربوط نیست که در موردش صحبت بکنی. ثانیاً تو زبان کثیف تو در مورد معاویه ببند. تو کی هستی؟ پدر تو کی است؟ جد تو کی است که تو می در مورد معاویه صحبت میکنی؟ معاویه صحابی رسول الله صلی الله علیه و سلم است. معاویه کاتب وحی است. معاویه کسی است که در زمان پیامبر، در زمان ابوبکر، در زمان عمر، در زمان عثمان و در زمان علی ولایت امور مسلمان ها رو در بخش بزرگی از سرزمین های اسلامی به عهده داشت. حضرت علی در موردش میگه که اخوانونا برادران ما بودن. تو بعد بلند میشی میگی که آقا این بود و اون بود. تو کی هستی که در مورد معاویه صحبت میکنه؟ تو چند کیلو وزن داری که در مورد معاویه صحبت؟ تو برو اصلا خدماتی که در فتوحات رو بگذار کنار، نشر اسلام رو بگذار کنار، خدمت به سنت و به قرآن رو بگذار کنار، خدمات اداری که در زمان معاویه صورت گرفته در طول تاریخ اسلامی صورت نگرفته. بعد این طرف بلند میشه در مورد معاویه صحبت میکنه که معاویه این بوده اون بوده. دو کلمه هم از تاریخ اسلام نمیفهمه. پرسان بکنی بگی که معاویه در کدام سال به دنیا آمده، در کدام سال وفات کرده، همینم بلد نیست. از کتاب خلافت و ملوکیت شنیده، یک 4 تا جملات عجق بجق رو همون رو میشینن بلغور میکنن، نشخوار میکنن، غیر از اون دیگر چیزی برای گفتن ندارن. من بعضی از روایت هایی رو که در مورد معاویه رضی الله تعالی عنه وجود داره خدمت شما عزیزان بیان میکنم. مثلا اینجا ببینید در کتاب بهارالله، من از مصادر شیعه میارم چون مشکل بیشتر شیعیان با سیدنا معاویه مشکل دارن و متاسفانه اون اهل سنتی که متأثر شدن از این فکر رافضه‌گری یا از فکر مودودیگری که در کتاب خلافت و ملوکیت بوده و میان این مسائل رو بیان میکنن. در کتاب بهارالانوار دوستان نشون بدن، در اینجا در صفحه 167 تاریخ امیرالمومنین در جلد 41 در اینجا در روایت شماره 27 در یک جای میگه که سمع علی علیه السلام ضوضاء فی عسکره، در زمان جنگ صفین بود. میگه حضرت علی در لشکرگاه خودش سر و صدایی رو شنید. ما هذا، گفت این چیه؟ قالوا هلک معاویه، گفتن که معاویه کشته شده. قال کلا، امکان نداره. والذی نفسی بیده لن یهلک حتی یجتمع علیه هذه الامه، معاویه نخواهد مرد، کشته نخواهد شد تا وقتی که این امت بر دور او جمع بشن. یعنی با بصیرتی که سیدنا علی داشت میدونست که هیچ کسی این امت رو غیر از معاویه نمیتونه جمع بکنه.
شما تاریخ خلافت سیدنا معاویه رو فقط این فتره‌ای که ایشون بعد از صلح با حسن ابن علی تا وقت وفاتش رو شما مطالعه بکنید، خدماتی که به اسلام صورت گرفته در این دوره رو ببینید در طول تاریخ اسلامی صورت نگرفته. بعد از سیدنا معاویه سرزمین هایی رو که در زمان معاویه فتح شده بود مسلمان ها از دست دادن. و همچنین وقتی شما به مصادر شیعه مراجعه بکنید، مصادری که بعضا منصفانه با قضیه برخورد کردن، میبینید که بله مثلا در نهج البلاغه، دوستان عزیز این نهج البلاغه است، در اینجا در نامه 58 و کان بعد امرنا ان التقینا والقوم من اهل شام، میگه که خلاصه ما یک روزی با اهل شام درگیر شدیم، جنگ کردیم در سفینه. و ظاهر ان ربنا واحد، ظاهرش این است که خدای ما یکیست. و نبینا واحد، پیامبر ما یکیست. و دعوتنا فی الاسلام واحد، دعوت ما به سوی اسلام یکیست. ولا نستزیدهم فی الایمان بالله و تصدیق برسوله ولا یستزیدوننا، میگه ما بیشتر از اونها به خدا ایمان نداریم، بیشتر از اونها به پیامبر و تصدیق پیامبر اعتقاد نداریم و اونها هم بیشتر از ما، یعنی برابریم، با هم دیگه برابریم. الامر واحد الا ما اختلفنا فیه من دم عثمان و نحن منه برا، میگه فقط مشکلی که بین ما ایجاد شده بود سر چی بود؟ که اختلاف ما در مسئله خون عثمان بود که ما از خون عثمان بری هستیم. سیدنا معاویه چی میگفت به علی؟ میگفت ببین علی جان، تو بیا همین قاتلای عثمان که در لشکر تو جمع شدن همینا رو تحویل من بده یا اینها رو محاکمه بکن، تماما با تو بیعت میکنم، مشکلی ندارم. حضرت علی چی میگفت؟ میگفت الان وقتی هرج و مرج است، وقتی این کارا نیست، بگذار کمی امور آرام بشه، بعد از اون این کار رو انجام خواهم داد. در این مسئله، فقط در همین مسئله را اگه دقت بکنیم، معاویه برحق بود و این اشتباه سیدنا علی بود که اونها را در همون وقت قلقم نکرد. چرا؟ بعدن همونها رو در نهروان بیش از 4-5 هزارشون رو از دم تیغ گذراند و از بین همونها کسانی خارج شدن که علی رو کشتن، کسانی خارج شدن که پسرش حسین رو در کربلا کشتن. بابا جان، عبیدالله ابن زیاد، شمر ابن ذوالجوشن، اینها از لشکر معاویه نبودن، از لشکر عثمان و ابوبکر نبودن، اینا از یاران شیعیان علی بودن، شیعیان علی بودن که در لشکر علی در صفین بودن. برید مصادر تاریخی شیعه رو ببینید. بعد چی میگن؟ بله اینا منافقین بودن و فلان بودن. با شما که میگید که امامان غیب میدونستن، یعنی امام علی غیب نمیدونست که منافقین تو لشکرشون هستن؟ خب بابا جان، معاویه همینو میگفت که علی جان همینا رو بیار محاکمه بکن. علی میگفت که نه، الان وقتش نیست. تا که کار از کار گذشت مجبور شد در نهروان اینا رو از دم تیغ مثلا در اینجا دوراندیشی، سیاست، حکمتی که معاویه داشت فراتر از سیدنا علی بود. اما این به این معنی نیست که معاویه از علی برتر است. این عقیده ما اهل سنت است. علی اهل بیت است، فضیلت داره بر همه صحابه. اهل بیت بر همه صحابه فضیلت دارن. علی از جمله مهاجرین است، السابقون الاولون من المهاجرین والانصار، پیشگامان نخستین مهاجرین، علی از جمله اونهاست. علی از اهل بدر است. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند که الله سبحانه و تعالی به اهل بدر نظر کرد و فرمود که افعلوا ما شئتم قد غفرت لكم، مدالی به اونها داد که هر کاری که میخواید انجام بدید من شما را بخشیدم. چون الله متعال میدونه این 313 نفری که در بدر بودن اینا دلهایشان پاک بود، اینا مؤمن بودن و الا الله سبحانه و تعالی که از اونها راضی نمیشد. از مهاجرین اول الله سبحانه و تعالی رضی الله عنهم و رضوا عنه به خاطر چی میگه؟ چون که الله فعلم ما فی قلوبهم، در بیات رضا میگه آنچه که در دلهایشان بود الله متعال از اونها آگاه بود. پس چون که به ایمان اینها الله سبحانه و تعالی در دلهای اینها رو دیده بود و از علم داشت به ایمان اینها، به تقوای اینها، به خاطر همین از اینها راضی شد. علی از جمله کسانی بود که در احد شرکت کرد. علی از جمله کسانی بود که در غزوات در کنار پیامبر صلی الله. علی همسر فاطمه زهرا سیدة النساء العالمین از، علی پدر حسن و حسین از. این فضائل کجا؟ معاویه کجا؟ اینو باید انسان منصف باشه، این واقعیت است.
در فضیلت صحابی بودن، سابقون الاولون بودن، اهل بدر بودن، اهل بیت بودن، همسر فاطمه بودن، پدر حسن و حسین بودن، داماد رسول الله بودن، در اینها اصلا به گرد علی هم نمیرسه معاویه. اما این به معنی نیست که شما بیاید اینجا زبان کثیفتون رو و من این رو به صراحت میگم، سنی که بر علیه معاویه صحبت میکنه کثیف است، زبانش نجس است، کثیف است، فکرش کثیف است، عقیدش کثیف است. شیعیان که دیگه از اونا گله‌ای نیست، اونا از ابوبکر و عمر هم بدگویی میکنن. حالا چند روز قبل شنیدید در صدا و سیما در تلویزیون رسمیشون خداوند آبروشون رو برد و قد بدت البغضاء من افواههم و ما تخفی صدورهم اکبر. از زبانهای گندیدهشون اون بغض و عداوتشون نسبت به سیدنا ابوبکر صدیق آشکار شد و آنچه که در دلهایشون پنهان است خیلی بزرگتر از این چیز هست. بعد روایت های دیگری هم هست که حالا من نمیخوام برنامه رو به این طرف بکشانم، اما سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در قضیه، من همین روایت را خدمتتون نشون بدم. دوستان عزیز این رو کتاب رو نشون بدید، قرب الاسناد. در روایت 318 صفحه 94 علی علیه السلام لم یکن ینسب احد من اهل حربه الى الشرك ولا الى النفاق ولكنه كان يقول هم اخواننا بغوا علینا. علی هیچ یک از کسانی که با او جنگیدن را به شرک و نفاق متهم نمی کرد، بلکه می گفت هم اخواننا بغوا علینا، برادران ما بودن که بر علیه ما جنگیدن. شماره 5 در اینجا هم 5 نقل او مجلسی فی بهار المجلد الثانی، در بهار مجلسی هم ذکر شده است. تشکر میکنم دوستان عزیز. و در مستدرک الوسائل هم این روایت هست، مستدرک الوسائل در روایت 12445 میگه به علی پرسیدن ان قتل الجمل، در مورد کسانی که در جنگ جمل کشته شدن، اما مشرکون هم مشرکین بودن؟ قال لا بل من الشرک فروا، نه اونا از شرک فرار کرده بودن. قیل فمنافقون؟ قال لا ان المنافقین لا یذکرون الله الا قلیلا، منافق نبودن چون که منافقین ذکر الله را نمی کنن. قیل فما هم، پس اینا کی بودن یا علی؟ قال اخواننا بغوا علینا فنصرنا علیهم، برادران ما بودن که بر علیه ما بغاوت کردن، ما بر آنها پیروز شدیم. پس بعضیا کاسه داغ‌تر از علی هستن، کاسه داغ‌تر از آش میگن. بعضیا شیعه‌تر از علی هستن، بعضیا مسلمان‌تر از علی هستن، بعضیا مؤمن‌تر از علی هستن، بعضیا خودشون رو راستگوتر از علی میدانن، بعضیا خودشون دلسوزتر به اسلام نسبت به علی میدانن. برید شما خفه شید حداقل در مورد اصحاب رسول الله، اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم چیزی نگید، زبان‌هاتون رو ببندید. این مطلبی بود که گرچه طولانی شد اما دوست عزیزی این رو پرسیده بود قبل از شروع برنامه و این گونه مسائل خود طبیعتاً باید مفصل جواب داده بشه. در موردش صحبت کردیم.